اظهارات ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه درباره چهارشنبه امروز 11 ژانویه صادر شد. در اظهارات آمده است چهارشنبه چند مراتبه هم خطی و هم دهانی اتهام علیهش اعلان شده را رد کرده است. مقصد من هیچگاه دعوت به زورن تصرف کردن حاکمیت نبود. من این جنایت را صادر نکردم و نمیدانستم که برآمدهای من ممکن است جنایت حساب شود. من با خواهش به جوابگری کشیدن شخصان گناهکار مراجعت کردم. نوشتن ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه از قبل چهارشنبه. مقامات به جز از یک خبرنامه کوتاه درباره پرونده چهارشنبه دیگر هیچ جزئیاتی در این باره نمی‌دهند. دادگاه ناحیه شاه منصور روز 31 دکبر چهارشنبه را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. مسئولین ائتلاف ضد شکنجه گفتند وکیلان دفاع از بالای این قرار به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کردند، ولی دادگاه شهر دوشنبه شکایت وکیلان دفاع را به قناعت گذاشته است. در اظهارات ائتلاف از آن نگرانی شده است که عوضخان پهلوانوف پدر چهارشنبه تا حال با پسرش واخوری نکرده است و وکیلان دفاع برای تشکیل این دیدار تلاش دارند. به قول منبع روز 4 ژانویه وکیلان دفاع با چهارشنبه در بازداشتگاه واخوردند و این ورزشکار شکنجه شدنش را رد کرده است. وکیلان دفاع میگویند چهارشنبه به تفتیشات همکاری میکند و صرف نظر از اتهام‌های سنگین مناسبت وی دوستانه است. ائتلاف ضد شکنجه دعوت کرده است که از پخش خبرهای ناصحیح درباره قضیه چهارشنبه خودداری شود، چون ممکن است برای این ورزشکار ضرر رساند. در عین زمان ائتلاف وعده داده است که از ادامه تفتیش پرونده این ورزشکار خبر خواهند داد. بازداشت چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیاد روبرو شد. برخی ها با اشاره به اظهارات‌های بحث برانگیز این ورزشکار درباره تاجیکستان و تاجیکستانیان بازداشت او را کار درست خواندند، ولی گروه دیگر گفتند چهارشنبه برای این گفته‌هایش بخشش پرسیده بود و برای اظهار عقیده نباید کسی را به جوابگری کشید. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.